وزارت کارهای داخلی از فعال شدن احساسات تندگرایانه در میان مهاجران در روسیه اظهار نگرانی کرد. بر سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان مسئله مهاجرت در روسیه را خیلی مشکل میکند، گفت ولادیمیر اووچینسکی، مشاور وزیر کارهای داخلی در مصاحبه با نشریه کراسنایا وستنا. مشکلات اساسی آن است که در محیط مهاجران پیروزی طالبان میتواند همچون انگیزه برای تقویت عملهای غیرقانونی در قلمرو روسیه باشد، شرح داد آقای اووچینسکی. وی افزود اخیرا فسبی روسیه علیه در چند گروه مهاجران را بازداشت نموده است که تصمیم انجامهای عملهای تروریستی را داشتند و به جلب نفران دیگر مشغول بودند. اووچینسکی قید کرد که شماره مهاجران دارای عقیده‌های تندگرایانه شاید به طور نظررس افزایش نیابد، اما میتواند بیشتر گردد. این میتواند دیگر جنایت‌ها برای مثال گردش مواد مخدر در میان مهاجران را بیشتر کند، علاوه کرد مشاور وزیر کارهای داخلی روسیه. و علاوه کرد که حالا حتی گروه‌هایی هستند که برای عمل تروریستی آماده‌اند و این علاقه به کشور تهدید میکند.